با سلام و درود خدمت مخاطبین عزیز. امروز به بررسی وبسایت بنفیس میپردازیم. این وبسایت از بخش‌های مختلف تشکیل شده که بیشتر ما امروز روی بخش امتحان تمرکز خواهیم کرد. در یک بخش اخبار وجود داره که شما میتونید در اینجا خبرهای مربوط به امتحانات را ببینید و بخش پرسش های رایج هست، منابع آموزشی که به مواد آموزشی که وجود داره و همچنان در قسمت ثبت نام در این قسمت که میتونین به شکل محصل، مرکز آموزشی و استاد ثبت نام کنید. اما بیشترین تمرکز ما امروز روی بخش امتحان هست. ما در امتحانات گذشته 3 امتحان اساسی داشتیم: امتحان 13 ثور، 27 ثور و 3 جوزا. اگر شما در یک از این امتحانات اشتراک کرده باشین، مثلا در امتحانات 3 جوزا، و خواسته باشین که سوالات را ببینید، روی پیوند مشاهده سوالات کلیک میکنید و در این قسمت میتونین سوالات را ببینید. مثلا ارزیابی صنف هشتم، وقتی کلیک کنید سوالات صنف هشتم در او امتحان برای شما ظاهر خواهد شود. خب بعد از اینکه امتحان را برگزار کردید و امتحان را دادید، حالا میخواین که نتایج را بارگذاری کنید. پس بخش بارگذاری در این بخش است که ما حالا میخوایم چند نمونه را خدمت شما نشان بدم. خب ببین که روی بعضی از نمونه ها کار بکنیم. اول این یک نمونه بسیار خراب هست. این نمونه ای است که به هیچ عنوان قابل خواندن نیست. چرا؟ چون چارچوکات بیرونی از این پاسخنامه دیده نمیشه. همچنان یک حاشیه سفید که بیرون از چارچوکات هم هست باید دیده شود. درست مثل اینی یک فایلی است که به مراتب بهتر است، هرچند که این هم با کیفیت یک مقدار پایین گرفته شده، ولی قابل خواندن توسط الگوریتم ها هست. یا مثلا نمونه دیگه اینجا و یه نمونه دیگه هم اینجا. خب حالا اگر ما مثلا بخوایم که اینی نمونه رو بگیرم، قابل خواندن نیست. پس میایم و همین نمونه رو بارگذاری میکنیم. خب در بخش تست رفته و نمونه ای که هست رو بارگذاری میکنیم. خب میتونیم در اینجا تغییراتی رو هم بیاریم که در مدل بعدی خواهیم نشان داد. و اینجا میبینید که نوشته شده بر ما خطا داده و گفته که اینی ویدیوها رو ببینید. خب هر کدام از این ویدیوها رو اگر ببینید، در مورد چگونگی در واقع آپلود کردن پاسخنامه ها براتون توضیحات داده شده. برمیگردیم دوباره در بخش امتحان، در بخش بارگذاری، و این بار نمونه دیگه را میخوایم بارگذاری کنیم. این نمونه ما اینی هست. ببینید یک کنج از این پاسخنامه مشکل داره. خب وقتی با بارگذاری میریم قسمت اینی فایل ما، خب در بارگذاری که میریم این فایل دیده میشه که این قسمت مشکل داره. شما میبینین یک باکس نارنجی رنگ است. از طریق ازی میتونین برش کنین. وقتی این باکس را فشار بتین، شما میتونین توسط این چارچوکات این را برش کنین. بعد از اینکه تکمیل شد، اپلای کراپ میزنین و بعد این به این شکل برش میشه. پس کوشش کنید که بیرون از چارچوب شما فقط حاشیه سفید وجود داشته باشه و این را تکمیل کرده و در این صورت پاسخنامه شما پردازش میشه. خب حالا بیایم که یک نمونه دیگر را ببینیم. نمونه دیگر مثلا این نمونه هست. این هم میبینید که چارچوب بیرونیش مشکل داره. خب باز هم من این را میایم و این نمونه را بارگذاری میکنم و احتمال داره این را هم بخونه. بله، خوشبختانه این را هم خواند. اما باز هم توصیه میشه قبل از اینکه این را میخونه شما باز هم این را یک برش بکنید. هرچند از این نگاهی که خوانده تکمیل شده و شما نیاز نیست که دوباره برش بکنید، ولی قبل از اینکه تکمیل شود این را حتما برش کنید که
ببینید تصویر پردازش شده به این شکل خوانده شد. دیگه این از نگاه الگوریتم های بعدی نتایجش تا حد اکثر چند ساعت بعد اعلان خواهد شد. خب بارگذاری پاسخنامه دیگر میتونید کلیک کنید یا برگردید به فایل فوتو و این بار خب بعد از اینکه من ای را بارگذاری بکنم میبینیم که با وجود ای که این فایل کاملا چارچوب بیرونیش مشخص هست، تمام چیزها تکمیل است، حتی میتونم که این قسمتی که سیاه رنگ هست را در واقع برش کنم و اگر برش کنیم این قسمت را تأثیری نداره، یعنی کدام مشکلی را حل نمیکنه. خب اگر من دوباره ای را اتمام کنم باز خوانده نمیتونه. خب برمیگردم به حالت قبلی. ببینید دلیلش است که این بیش از اندازه سیاه است، ببینید، و درصد سیاهی این خانه ها باید کم شود. پس برایتنس و یا هایلایت را ما کش میکنم از برایتنس استفاده کنم، از استفاده میکنیم. ببینید این سیاه و اگر هرچه سیاه تر بکنید بیشتر ممکن است با مشکل ایجاد کنی. و میایم مثلا در 85% و میبینید درجه سیاهی که روی خانه های دیگه هست کم شده و سیاهی از این باقی مانده. پس بنابراین کوشش میکنیم که به این شکل ایره برای خانه بسازیم. وقتی که تکمیل میشه حالا ببینید خواند. دلیل ای که نمیخواند امی بود که ببینید حالا یک مرتبه دیگه درجه سیاهی از ایره و درجه سیاهی خانه ای که این دوتا رو با هم دیگه مقایسه بکنید. تصویر پردازش شده و وارد سیستم شده. میتونید که یک پاسخنامه دیگره حالا بارگذاری کنید. بیم که این بار این پاسخنامه رو بارگذاری کنیم. ببینید یک پاسخنامه بسیار آبی رنگ و خیره هست، یک حالت خوبی نیست. این بار باز هم این پاسخنامه را هرچند وقتی که میخوایم که تکمیل بکنیم بله باز هم مشکل ایجاد شد. خب ممکنه مشکلات مختلفی باشه از جمله رنگ یا هر چیز دیگه، ولی تصور میکنم که اگر ما بیایم این قسمت سفید بیرونی را کراپ کنم و فقط این قسمت باقی بمانه، بله دلیلش است که این به اندازه کافی سیاه هست و مثل دفعه قبل هنوز هم ما نیازمند از این هستیم که یکم سر ایر سفید بسازیم. از هایلایت استفاده میکنم و این یک مقدار درجه سیاهیش را کم میسازیم. این بار بله پردازش شد. ببینید دلیل که پردازش نمیشد این بود که درجه سیاهی در بعضی از نقاط مثل اینجاها درجه سیاهی قدر زیاد هست که مجبور میکنه اپلیکیشن را که اینها را هم به عنوان خانه های سیاه بخونه. پس بنابراین شما نیاز است که اول پاسخنامه‌هایتان در نور طبیعی بگیرین مثل نزی و دوم از این که وقتی هم که میگیرین متوجه باشین که اینی سیاهی هایی که در داخل ازی هست، ببینید به این قسمت اینا سیاهی ها را درجهش نباید به این اندازه باشه. خود ازی امیالی از 30% بیشتر سیاهی در داخل خانه است. خب حالا ببینید اینا کیفیت پاسخنامه هم خیلی پایین هست اما قابل خواندن هست. خب امیدوار هستیم که تانسته باشیم شما را با نحوه آپلود کردن پاسخنامه ها آشنا بسازیم و باز هم اگر مشکلی وجود داشت به ما اطلاع بدین تا ما در رفع اون مشکل با ابزارهایی که در این سیستم هست شما را آشنا بسازیم. ممنون و جهان سپاس از توجهتان. امید است که همیشه خوب و خوش و خرم باشید و امتحانات خوبی را سپری کنید.